درس دوم کاتکیسم اسپیراگو تنها دین کاتولیک است که میتواند در این جهان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. ما باید از منابع لطف خداوند که شامل شام ربانی و 7 آیین کلیسا و دعا استفاده کنیم که وسیله هایی می باشند ماورای طبیعی که به وسیله آنها می توانیم لطف خداوند را به دست بیاوریم تا بتوانیم اراده او را انجام دهیم. و به همان شکلی که یک لیوان وسیله است برای آشامیدن آب، به همین شکل خداوند آیین‌های خود را به ما داده تا بتوانیم لطف او را به دست آوریم. ایمان به خداوند و مسیح مثل راهی است که ما را به بهشت برساند. احکام او مانند تابلوهای راهنما و لطف او مانند ذخیره‌هایی مثل پول و غذا برای آن سفر می باشند. راهی که به آسمان می رود باریک و سخت و با شیب بسیار و پر از خار است و تعداد کمی هستند که آن را پی می گیرند و آن راه را ادامه می دهند. و برعکس راهی که ما را به جهنم و به گمراهی می کشاند بسیار گسترده و تعداد کسانی که این راه را پیش می گیرند بسیار زیاد می باشند. کسی که می خواهد خود را نجات بدهد باید دین واقعی را به دست بیاورد. دین یعنی شناختن خدای واقعی و وفادار در خدمت به او و رفتار مطابق خواست خداوند. دین آنطوری که بعضی ها فکر می کنند یک موضوع احساسی نیست. دین واقعی با عمل به اصول نازل شده توسط خداوند نشان داده می شود. قبل از هر چیزی دین اراده و فعالیت است. دین واقعی کارها و فکرها و فعالیت ما را در حقیقت نگه می دارد. لنگری است برای مقاومت در برابر طوفان‌های زندگی. دین یک موضوع علمی برای شناختن مسائل دینی نیست. بنابراین دین وسیله علمی و احساسی برای نجات ما نیست. وگرنه شیاطین هم مذهبی می باشند، برای اینکه آنها شناخت بسیار خوبی از دین واقعی دارند. آنها می دانند که خداوند چه چیزی می خواهد و برعکس آن عمل می کنند. دین واقعی خدمت به خداوند را عرضه می کند. کسی که شناخت سطحی از پیانو دارد ولی نمی تواند پیانو اجرا کند یک پیانیست نیست. به همین شکل نمی توانیم بگوییم که یک شخص مذهبی است ولی آن شخص مذهبی بودن خود را در عمل نشان ندهد. کسی که می خواهد خود را نجات دهد باید تلاش کند تا شبیه خداوند بشود. انسان به خداوند شباهت پیدا می کند اگر تمام فکرش و تمام کارهایش به کارها و فکرهای خداوند شباهت پیدا کنند. احکام خداوند مانند آینه است که به وسیله آن می توانیم ببینیم تا چه حدی ما با خداوند شباهت داریم. خوشبختی کامل روی زمین وجود ندارد. ثروت و افتخار و احترام نمی تواند ما را خوشبخت کند. معنی آن این نیست که کاتولیک ها هرگز نمی توانند ثروت داشته باشند و یا احترام دیگران را دریافت کنند. معنی آن این است که نباید آرزوی خوشبختی خود را روی آنها بگذاریم. خوشبختی واقعی در آسمان به دست می آید. ثروت و احترام و افتخار نمی توانند روح ما را سیر کنند، بلکه غالباً آنها زندگی ما را مسموم می کنند و ما را مثل کسی که در حال مرگ است رها می کنند. ثروت دنیا، لذت دنیا ما را فریب می دهد. مثل حباب صابون می باشد
که می درخشد و رنگ‌های فراوانی دارد، ولی در واقع قطره آب می باشد. شبیه میوه‌های پلاستیکی می باشد که از میوه‌های واقعی زیباترند، ولی ما را ناامید می کنند وقتی می خواهیم آنها را مزه کنیم. ثروت و احترام و افتخار جهان به همین شکل فریب دهنده هستند. شبیه قطره آب می باشد که روی آتش بیندازیم، نه تنها آتش را خاموش نمی کند، بلکه بیشتر شعله‌ور می شود. به همین شکل لذت‌ها احساسات نفسانی را شدیدتر و تحریک می کنند. انسان برای خداوند خلق شده و برای رسیدن به آسمان، همانطور که ماهی برای زندگی در آب درست شده است. ماهی را از آب خارج کنید، او مبارزه می کند و به خود می پیچد با وجود طعمه‌ای که جلوی او قرار داده اید. او می خواهد در آب باقی بماند، برای اینکه برای او آب زندگی و رضایت و خوشبختی است. این ماهی دقیقاً به شکل کسی است که از خداوند دور می شود. برای همین آگوستین مقدس می گوید قلب ما بیقرار است پروردگارا تا وقتی که در تو آرام نگیرد. ثروت و لذت جهان نمی تواند روح ما را تغذیه و سیر کند. روح ما به غذا احتیاج دارد، مثل بدن، ولی با هیچ غذای جسمی نمی توانیم آن را تغذیه کنیم. به همین خاطر حضرت مسیح در انجیل می گوید هر کسی از این آب بنوشد دوباره تشنه می شود، اما هر کسی که از آبی که من به او می دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد و آبی که به او می دهم در او چشمه‌ای خواهد شد که برای حیات جاودانی سرازیر می شود. وقتی در روم بت پرستی ثروت رونق خارق‌العاده‌ای داشت، خودکشی به شکل وحشتناکی افزایش یافته بود. نتیجه آن این است که انسان فقط در حالتی میتواند آرامش قلبی پیدا کند که حقیقت را بشناسد و آن را قبول کند. ثروت و لذت جهان زندگی را مسموم می کنند. ببینید تمام مشکلاتی که ثروتمندان دارند. دردی که ثروت به وجود می آورد مثل مردی است که مشتی خار را در دستانش بفشارد. کاتولیکی که ثروتمند است می تواند به دیگران کمک کند و ثروتش وسیله توبه او می باشد. باید در زندگی خود حد مناسب را به دست بیاوریم، مخصوصاً وقتی که امیال کسی از راه بد به دست آمده باشد و آن فرد را به بدبختی می اندازد، مثل میوه ممنوع در بهشت. در این حال انسان شبیه ماهی می ماند که خود را در دام بیاندازد. لذت زودگذر با دردی شدید همراه خواهد بود. لذت‌های زودگذر مانند میوه‌های زیبایی می باشند که سمی هستند و خود را مثل میوه‌های لذت بخش نشان می دهند، ولی در واقع آنها باعث درد و مرگ می شوند. جهان دشمن دوستانش می باشد. لذت‌های زندگی ما را در حال مرگ رها می کنند. ما بعد از مرگمان هیچ چیزی را با خودمان نخواهیم برد. دنیا با جاذبه هایش می گذرد. همانطور که سلیمان می گوید بیهوده بیهوده همه چیز بیهوده. وقتی پاپ تاجگذاری می کند شمعی را جلوی او روشن می کنند و برای او می خوانند پدر مقدس اینگونه جلال جهان می گذرد. انسان مثل عنکبوتی می ماند که روزهای خود را
صرف بافتن تار خود می کند تا حشره ای را به دام بیاندازد و ناگهان فردی می رسد و با جاروی خود تار او را از بین برده و عنکبوت را می کشد. به همین شکل انسان با سختی و عذاب وقت خود را صرف به دست آوردن ثروت، لذت یا حتی به دست آوردن قلب یک شخص یا به دست آوردن یک جایگاه می کند و ناگهان مانعی در زندگی او به وجود می آید، یک مریضی، یک تصادف، یک مرگ و تمام پروژه های او از بین می رود و تمام انرژی و وقتی که او صرف کرده بود بی نتیجه می ماند. اموال این جهان فقط برای کمک برای رسیدن به زندگی ابدی وجود دارند. تمام آفرینش یک نردبان است و هر موجود در خلقت پله است برای رفتن به طرف خداوند. مثل نقاشی که از قلممو و رنگها برای تمام کردن تابلوی خود استفاده می کند. به همین شکل تمام موجودات و اشیایی که خداوند آفریده وسیله‌ای هستند که با آنها می توانیم به آسمان و خداوند برسیم. بنابراین ما باید به چیزهایی که خداوند آفریده به عنوان وسیله برای رفتن به آسمان و رسیدن به خداوند نگاه کنیم. و اگر آنها برای ما مانعی هستند که ما را از رسیدن به خداوند منع می کنند، باید از آنها جدا شویم. تنها انجیل حضرت مسیح است که می تواند ما را در این جهان خوشبخت کند، برای اینکه کسی که آن را پی بگیرد به تعمق و تفکر درونی می رسد. حضرت مسیح در انجیل می گوید کسی که از آبی که من به او می دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد ماند و کسی که به نزد من بیاید هرگز گشنه نمی ماند. تعالیم حضرت مسیح خواسته های روح ما را رفع می کنند و حتی زجرها و سختی های دنیا نمی توانند ما را متاسف و ناامید کنند. خواندن انجیل ها و رسالت های پولس و کتاب های دکترهای کلیسا شادی و آرامش روح را به ارمغان می آورد، حتی در مشکلاتمان و در سختی های ما. کسی که تعالیم مسیح را دنبال کند مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، اما نمی توانند به او آزار برسانند. پولس می گوید تمام کسانی که می خواهند با تقوا در عیسی مسیح زندگی کنند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، ولی نباید اجازه دهیم که وحشت وارد روحمان شود و هنگام مواجه شدن با مخالفت‌ها اعتماد خود را به مسیح حفظ کنیم، برای اینکه او هرگز وفاداران خود را رها نخواهد کرد. پروردگار ما عیسی مسیح و فرشتگانش از همه قوی‌تر هستند. وقتی یک مسیحی واقعی که بخواهد طبق انجیل زندگی کند، حتماً با صلیب‌هایی در زندگی خود مواجه خواهد شد. هرچقدر کسی تقوای کمتری داشته باشد، کمتر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. حضرت مسیح می‌گوید شاگرد بالاتر از استاد نیست. معنی آن این است که شاگرد حضرت مسیح حق داشتن سرنوشت بهتر از استادش را ندارد. او می‌گوید شما را مانند بره‌ای به میان گرگ‌ها می‌فرستم. دزدان نور را دوست ندارند و گناهکاران از انسان‌های صالح متنفرند. کسانی که در جهان به دنبال مال و لذت دنیا هستند به ما به شکل انسان‌های عجیب و غریب نگاه خواهند کرد، حتی به شکل انسان‌هایی که دیوانه هستند و نسبت به ما قضاوت نامطلوب خواهند داشت و از ما متنفر می باشند و حتی ممکن است که ما را آزار و اذیت کنند. ولی بیچاره کسی است
که او را تحسین و تایید کنند. برای اینکه ما نمیتوانیم مورد تحسین و تایید جهان باشیم و در همان حال دشمن مسیح نباشیم. عقاید اهل دنیا متناقض با حضرت مسیح می باشد. حضرت مسیح می گوید کسی که حرفهای مرا گوش بدهد و به آنها عمل کند مثل شخص محتاطی است که خانه خود را روی صخره محکم می سازد. متی فصل 7. ساختن خانه روحمان روی خداوند مثل ساختن خانه روی پایه تزلزل ناپذیر می باشد. داوود می گوید خداوند انسانهای صالح را مورد آزمایش و مصیبت قرار می دهد ولی او را از تمام مشکلاتش نجات خواهد داد. مزامیر 33. خداوند انسان صالح را رها نمی کند. انسان شریر به تله گذاشتن و آزار دادن ما فکر می کند ولی خداوند آن را به نفع ما عوض خواهد کرد. عذاب و ناراحتی مصائب مسیح به شادمانی و رستاخیزی او تغییر پیدا کرد. یک مسیحی وفادار نه از انسانها می ترسد نه از شیاطین. اگر خداوند با ماست چه کسی می تواند علیه ما باشد؟ پولس. خوشبختی کامل در این جهان غیر ممکن است. تنها دین کاتولیک است که در این جهان به ما خوشبختی عرضه می کند. ولی خوشبختی واقعی و کامل به هیچ وجه در این دنیا به دست نمی آید. خوشبختی واقعی و کامل در جهان ابدی به دست خواهد آمد. در این جهان ما صلیب خود را با خود حمل می کنیم. انسانهای مادی همیشه در معرض نگرانی و افسردگی هستند و انسانهای صالح مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. و هیچ کس از مریضی، از درد و از مرگ نمی تواند رهایی پیدا کند. ما در این جهان همیشه با چشمان اشناک زندگی خواهیم کرد. مثل یک بیمارستان بزرگ که همانقدر که انسان وجود دارد در آن مریض وجود خواهد داشت. جهان صحنه جنگ ضد دشمنان ما برای رسیدن به آسمان می باشد و زندگی ما یک مبارزه است. جهان یک محل تبعید می باشد دور از وطن واقعی ما. یک اقیانوس که همیشه بیقرار است و طوفان‌های خشنی دارد. خوشبختی و بدبختی و شادی و مریضی همیشه در زندگی ما وجود خواهد داشت. مثل باران و خورشید در طبیعت. هر لذتی مانند پیشتاز تأسف و نگرانی بعدی است. این زندگی مانند کسی میماند که با کشتی خود در اقیانوس بر اثر موجها گاهی بالا رفته و گاهی پایین میآید. با تمام تلاشی که میتوانیم انجام دهیم برای بهبود بخشیدن به زندگی انسانها، سختی و مریضی و افسردگی و تأسف جزو زندگی این جهان می باشد. بنابراین سوسیالیسم و اسلام ناتوان از ساختن اجتماعی هستند که بدون مشکل و پر از شادمانی و لذت باشد.